Vamos, hijos de puta. این هفته خبر تو خبر داره براتون از تصویب جنجالی برجام تو مجلس وحوش که نزدیک بود یه چند تا سکته بذاره رو دستشون، چون دیگه علنا برای همدیگه آرزوی مرگ میکردن. سکوت کردم تا به امروز، اما چند روز پیش در تلویزیون آرزوی مرگ میکردن. آقای اومده در تلویزیون میگفته خب اینا 10 سال برنامه این برجام هست. سن این آقا 66 سالشه، بنده رو میگفت. متوسط عمر ایرانیا 72 سالشه، این تا اون زمان مرده. آخه این نحوه حرف زدنه؟ خلاصه این که توافق 20 ساله برجام همه رو تو نظام به فکر ارتحال انداخته، نه فقط در تلویزیون بلکه توی همین جلسه هم باز یکیشون از درکی صحبت میکنه که قرار دست جمعی بهش واصل بشن. اگه طرف تحریما رو برگردون به یه بهانه دیگه، به بهانه‌های تروریست، به بهانه حمایت از تروریسم یا به بهانه حقوق بشر، تکلیف چیه؟ ما بگیم چون که فلان عضو محترم تیم مذاکره کننده گفته اینجوری نمیشه پس تمامه؟ چند سال دیگه نه تیم مذاکره کننده است، نه من و شما هستیم، نه دولت هست، همه عوض شدن. صالحی هم تا مرز سکته رفت تا یه دل خوشکنکی به دل واپسا بده که آب سنگین میمونه. گوش کنید، گوش کنید. یک کسی که 40 ساله توی مسائل علمی داره کار میکنه داره یک بار و برای همیشه برای شما میگوید والله 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 در مسائل هستی نه با کندی روبرو خواهیم شد نه با توقف، آب سنگینمون خواهد بود. حالا بدبختی اینجاست که این آب سنگین رو کجا میخوان قایم کنن آخه؟ احتمالا توی بطری‌های آب معدنی توی یخچال. حالا برای اینکه عمق وحدت و همدلی تو نظام ولایت روشن بشه یه نگاه اجمالی به مذاکرات صمیمانه مهره‌های نظام در جریان تصویب برجام میندازیم. این مصوبه است برای ذلت ملت ایران. در مسیر رسیدگی به برجام هم تقریبا همه خطوط قرمز و قوانین قبلی ازش عبور شد، بعضا ازش عبور شد. جناب آقای روحانی ریاست محترم جمهور با صدای رسا اعلام کردن، گفتن ما چیزی امضا نکردیم، همکارای منم امضا نکردن. پس کی قراره این وسط این رو گردن بگیره؟ دولت رفته بسته با کشورهای خارجی بیاد مجلس امروز سر کار بذارن و وارد یک بحثی بشود که به او ارتباط ندارد. اگر رهبری تایید کرده پس ما داریم چی رو صحبت میکنیم؟ اون دیگه قانون شده. بله، ته خط معلوم شد که بررسی برجام در مجلس همش یه سرکاری اساسی بوده و تو این مدت مجلسی‌های دلواپس دنبال چیزی رفتن که جای دیگه تایید شده بود. بعد از ترکیدن ساقدوش قاسم سلیمانی یعنی پاسدار همدانی تو سوریه که سر تا پای نظام عزا گرفته بودن، یکی از ورق‌پاره‌های کوسه که ظاهراً خیلی عزادار نبود تیتری واسه این خبر انتخاب کرد که کارش به توبیخ کشید. روزنامه رویش ملت امروز به صورت غیرمنتظره و کاملا توهین‌آمیز عین عبارت یه رسانه‌ای ضد انقلاب رو در مورد شهادت سردار حسین همدانی در سوریه به کار برده بود. مدیر مسئول، سردبیر، هیئت تحریریه و شورای تیتر باید در برابر این نادانی پاسخگو باشند. بله، طرف اومد با یه تیتر کوتاه تو خال بزنه که براش گرون تموم شد. مشنگای صدر جدول هفته ایران، چراییشو از خود تیویریش بشنوید. مسئولان استان فارس و همراهانشون که در مراسم استقبال از پیکرهای قربانیان به جای اینکه 4 تا گل از گل فروشی بخرن، ظاهرا از باغچه‌های فرودگاه گل تازه دستچین کرده بودن و آورده بودن، اونم با ریشه.
اینم یه رکورد تازه از سرعت آتش نشانی تو حکومت آخوندا. نیروهای مردمی بخش چغلمندی با هندوانه ماشین رو خاموش کرد. ناگفته نمونه بعد از جواب دادن این فکر خلاقانه و البته کارگوشا، خودرو آتش نشانی هم رسید. بعد از اینکه ماشین با هندوانه خاموش شد، سازمان آتش‌نشانی خدمات ایمنی بروجرد وقتی میاد که متاسفانه آتش خاموش شد. البته اگه آتش نشونی به موقع می اومد از این هندونا میشد استفاده بهتری کرد. و حالا این شما و این تخم مرغ‌های سحرآمیزی که محصول اقتصاد مقاومتی تو نظام ولایتن، چون در روزی تولید شدن که اصلا توی تقویم وجود نداره، روز 31 مهر که اگرم می بود هنوز بهش نرسیده بودیم. محبت تحریمی هم از راه رسید. مطابق تئوری تربیتی این آیت الله پداگوژیکی باید محبت رو هم جیره بندی کرد. پدر الان از درب منزل وارد میشه، مثلا صبح تا غروبم بچهش رو ندیده، حالا دلش هم برای فرزندش تنگ شده، این بچه رو تو آغوش میکشه، شروع میکنه به بوسیدن، یه دونه لپ راست، یه دونه چپ راست چپ، یه 5-6 تا که بوسید بچه بابا بله کامپیوتر میخریم، خب من شد زیادی شد. این وقت مثلا توی 4می متوقف میکرد، یعنی ظرفیت بچه هم 4 تا بوسی بوده، بیشتر نه. از اونجایی که مفتخوری و شکمبارگی داره کار دست آخوندا میده، اینجا یه اردو رو انداختن تا آخوندا توش ورزش کنن و یه تکونی به خودشون بدن. دوستان بزرگ طلاب رو امروز برنامه رو براشون گذاشتیم، هم تفریح و هم ورزش. ما دو روایت ها داریم که میفرمایند که ساعتی رو برای لذت‌های حلال اختصاص بدید. حالا اگه آخوندا ورزش نکنن به کی ضرر میرسه؟ ما در جوانی به خودمون نرسیدیم، از ورزش امکانات استفاده نکردیم، زمانی که باید بار بدیم و از علوممون همه مردم استفاده بکنن گرفتار بیماری شدیم، مردم نمیتونن بهره مند بشن. یکی از دستاوردهای تیویریش تو هفته گذشته این بود که پاسدار همدانی رو 2 بار سقط کرد، یه بار پنجشنبه. سردار همدانی شامگاه پنجشنبه در حومه حلب به شهادت رسید و یک بارم یک شنبه. شهید همدانی از مستشاران عالی ایران یک شنبه گذشته در حومه حلب سوریه به درجه رفیع شهادت نائل آمد. حالا همه رو ول کنید، سرعت عمل تیویریشو داشته باشید که در کمترین فاصله زمانی یک گزارش از شب اول قبر پاسدار همدانی پخش کرد. این شب اول قبرش فرمود مغزشو بو کنید. میگه فرشته ها مغزش رو بو کردن، گفتن آقا بویی از محبت شما از کار خیر نمیاد. حضرت فرمود چشماشو بو کن. بو کرد، گفت آقا این تا دلت بخواد به نامحرم نگاه کرده. تو همه جای دنیا دارن حکومت روسیه رو به خاطر حمله به مردم سوریه لعنت میکنن. بعد تیویریش داره شمعای جشن تولد پوتین رو فوت میکنه. رئیس جمهور روسیه 63مین سالروز تولد خود را روی زمین هاکی جشن گرفت. ولادیمیر پوتین همراه تعدادی از ستارگان سابق تیم ملی هاکی در شهر سوچی بازی کرد. رئیس جمهور روسیه در این بازی 7 گل زد. در پایان بازی نیز کاپ قهرمانی را به رئیس جمهور 63 ساله روسیه دادند. البته اگه تیویریش کیک تولد نبره برای پوتین، پس کی ببره؟ تو این برنامه هم قرار بود راجع به سنت و مدرنیته و نقطه نظامشون توی بلبشو حرف بزنن، اما وسطش یه چنین کله ملقی زدن. ما الان توی دوران گذار هستیم، الان میشه گفت به یه نوعی توی برزخی هستیم که نمیشه گفت جزء سنت هستیم نه جزء مدرنیته. بدیهای هر دو ما داریم به سمت اسلام میریم. این واقعیتیه که من به عینه دارم تو اجتماع میبینم. از من عوام بگید تا یه بدنه حکومتی داره به سمت یه
دعوایی با خودش میره که آقا تکلیفم با خودم چیه. من هنوز اینو نفهمیدم. به سمت مدرنیته شدن چی؟ به نظر شما به سمت مدرن شدن داریم حرکت نه من به جرئت میگم 35 سال استاپ کردیم، درگیریم. بگم به من زنگ زدن گفتن مطمئنم این یتکر هضم می‌کنی. به من زنگ زدن گفتن آقا لباس آستین بلند بپوش، نمیدونم اگه خانمت میاد نمیدونم چادر بپوش و فلان. ببین ما از خودمونم نمیدونیم چی می‌خوایم. اینم یه تیکه دیگه از همون برنامه که مثلا قرار بوده برنامه رو داغ کنه، اما بیشتر به یه سوتی تبدیل شد که نمیدونستن چطور جمعش کنن. یه تفکر تو جامعه ما وجود داره و من خیلی هم سریع صحبت میکنم. یه بخشی از حاکمیت اینو تزریق میکنه به جامعه، مثل طرح علوم انسانی اسلامی از اینجور چیزا. من این چیز رو متوجه نمیشم. چرا فکر میکنیم جامعه غربی یا کسانی که به طرف مدرنیته رفتن اینا همه خائنن، اینا هویتشون رو زیر پا، مثلا حرفم تموم شد، اینا همه هویتشون رو زیر پا گذاشتن، اینا همه چون از دست دادن، فقط ما این که خوبیم. ولی سوال من اینه، سوال من اینه ما که از صبح تا شب داریم میگیم این مظاهر مدرنیته باعث شده فقر تو این کشورها بره بالا، فحشا تو این کشورها بره بالا، چرا باز مردم میخوان مهاجرت کنن به اون کشور مهاجرت میکنن؟ مگه ما نمیگیم ما یه هویت سنتی کهن بسیار قوی داریم؟ چرا نمیان اینجا؟ و حالا یه تحلیل لومپنی آکادمیک از سینما در نظام آخوندی. اصلا توی جمهوری اسلامی با عرض معذرت سینمایی وجود نداره که بخوام راجبش صحبت کنیم. گهگاهی فیلم هست، فیلم های دهه 60. من با قسم حضرت عباس میتونم به شما بگم جز تعداد انگشت شماریش الان کسی بذاری تو زندان انفرادی میتونه اعتراف ازش بگیری. نمیشه دید اینا رو. اینا یه آشغال بود. در انتها دختر کوچولویی رو میبینیم که مثل یه هنرپیشه قهار احساساتش رو کف دستش گرفته و استاد تبدیل گریه به خنده متناسب با آوازه. إلا يا خيال انزال الفرس بدا خيالا والزنا لبست خلخالة وصارت تتباهى بحالها. الزنا لبست خلخالة كلمة تتلاقى بخيال قله يا خيال انزال الفرس بدا خيالا. الزنا لبست خلخالة